خدا به ما عقل داده، گفته روز آخر قیامت هم ازتون حساب میگیرم. هم چش دارین هم عقل دارین، برین دنبال زندگیتون. ماها عادت داریم که هر کاری که میکنیم گردن یکی دیگه بندازیم. یه مثالی داشتیم میگفت دستم نبود تقصیر آستینم بود. ما همه رو میندازیم گردن شانس و اقبال و یا حسن و حسین. شیطان هم سهمی نداره. شیطان مگه دکون داره که سهم برداره از ما؟ این حرفا چیه؟ شیطان اگه بخواد سهم برداره به دوزاری قانون ما احتیاج نداره که، میره یه کسایی رو پیدا میکنه که بتونن دنیا رو به هم بزنن، مثل رهبر ایران، مثل نخست وزیر اسرائیل، مثل رئیس جمهور روسیه. یه همچین کسایی رو ازشون بخواد سهم ببره میبره که دنیا رو میزنن در به داغون میکنن. یه مثالی بود میگفتن که یه روز شیطان با یه پیرزنی برخورد میکنه. پیرزنه میگه تو کی هستی؟ میگه من شیطانم. میگه تو چیکار میکنی؟ میگه من دنیا رو به هم میزنم. پیرزنه میگه خب بیا بریم ببینیم کدوم دنیا رو بیشتر به هم میزنیم. پیرزن راه میفته میره توی یه دهی عروسی بود. عروسی تمام میشه، همون دم خونه عروس میخوابه. صبح که میشه دنبال دوماد میره رفت تو قصابی، بغل دستش یه نونواییه. میره توی نونوایی دستشو آردی میکنه، برمیگرده خونه عروس رو در میزنه و عروس میگه من آب میخوام. عروس تا برمیگرده دست آردیش میزنه پشت عروس. بعد میره به قصابه میگه تو دیشب عروسی دود رفتی اون نونوایی رو پیش زنت. چاقو رو برمیداره میره خونه ببینه راست میگه دروغ میگه. میبینه پشت زنش آردیه، با چاقو زنش رو میکشه. میاد میره قصابه رو میکشه، قصابه میره نونوایی رو هم میکشه. ده میافتن به جون هم دیگه، مال عروس و مال دوماد و مال نونوا و همه میریزن هم دیگه رو میکشن. وقتی میرسه به شیطان، میره شیطان واسطه یه پسر و دختر هم افتادن با هم دارن اشبازی میکنن. گفت من رفتم یه ده آبادی رو در به داغون کردم، تو واسطه اینجا اشبازی اینا رو نگاه میکنی؟ گفت من یه تخم حرومایی مثل تو به وجود میارم که این کارا رو بکنن. کار شیطان اینه، نه اینکه بیاد دخالت کنه تو کار ما. برای یا رفتن سر کار یا نمیدونم اتفاقای کوچیک. نه، اینا همش اشتباهات خودمونه. بیاین اشتباهاتمون رو قبول کنیم. خدا نگهدارتون باشه. یه بار دیگه هم برمیگردم یه مسائل دیگر هم براتون توضیح میدم که آدم نباید پابند دین و مذهب الکی باشه. خدا نگهدار.